با نام و یاد امام قاتل و با سلام به بسیجیان وارفته و پاسداران در رفته و حاج قاسم به فنا رفته. بنده مدتی است که منقل جهاد تبیین را روشن کردم، اما هیچ کدام از شما 2 تا دود به ما ندادید. بنابراین خودم آمدم تا فرمایشاتی رو در باب دستاوردهای نظام ایراد کنم. به حول و قوه قلمی ما در این سالیان دستاوردهای بسیار کت و کلفتی داشته ایم. این خطی که ملاحظه می کنید خط فقره که از زمان شاه بود. ما با اتکا به فرمایش امام دلخوش به این خط نبودیم و خط فلاکت رو هم 1 متر زیر اون ترسیم کردیم. ایشالله خط فنا رو هم به زودی 1 متر زیر خط فلاکت ترسیم میکنیم. ما در زمینه مسکن به خودکفایی رسیدیم. ما فقط به مسکنها و ویلاها و برج‌هایی که مسئولین نظام برای خودشون درست کردن اکتفا نکردیم و هر سوراخ سنبه‌ای رو برای مردم به مسکن تبدیل کردیم. ما از سوراخ و گور و پشت بام و اتوبوس و زیر پل و روی پل و لوله و سوله برای مردم مسکن ساختیم که این حقیقتاً در دنیا بی‌نظیر است. ما در علم شیمی به فناوری تبدیل ریال به پهن دست پیدا کردیم که چشم دنیا رو خیره کرده. در زمینه هوافضا ما به تکنولوژی رسیدیم که میتونیم با 1 منقل فضا برویم. در زمینه صنایع دفاعی ما توان خودمون رو تا سطح خطای انسانی ارتقا دادیم. کجای دنیا دیدید که حکومتی بتونه به هواپیمای خودی 2 تا موشک بزنه؟ ما از پس این کار بر اومدیم. ما علم پزشکی رو با اقتصاد مقاومتی پیوند زدیم و از در قابلمه کرونیاب مستعان ساختیم. ما روغن بنفشه رو به صنعت داروسازی دنیا هدیه کردیم که برای ویروس کرونا حکم آمپول تقویتی رو داره. یعنی 1 قطره روغن بنفشه کافیه تا 6 تا سویه از پک و پهلوی کرونا بیرون بزنه. خود بنده تنها مقام عظمایی هستم تو دنیا که 3 تا واکسن فایزر در بیت زدم و 3 تا آب مقطر جلوی دوربین. حقیقتا این بلعجبی است که فقط در نظام ما ممکن شده. دشمنان میخواهند با سیاه نمایی دستاوردهای ما را مخدوش کنند، اما خبر ندارند که ما خودمان آخرت سیاه بازی دنیایی. تا جهاد تبیین بعدی و سلام علیکم و کل دستاوردهاتکم.